عبدالقادر رستم، نویسنده و محقق شناخته تاجیک و مسئول شعبه کادرهای بیمارستان ابن سینا، شام 31 آگوست سال 2023 هنگام بیرون رفتنش از جای کار از جانب کارمندان دادستانی کل تاجیکستان دستگیر شده است. مقامات تا کنون بازداشت عبدالقادر رستم را شرح ندادند، ولی چند کارمند بیمارستان ابن سینا گفتند که چگونه دستگیر شدن عبدالقادر رستم را به چشم خود دیدند. باید با ما بروید، با شما صحبت کردنی‌اند. گفتن کارمندان مقامات بعد نشان دادن حجت‌های خود به استاد عبدالقادر رستم، اون کس هم نیو نیستون نکرده به ماشین آنها نشستند و رفتند. نقل کرد یکی از شاهدان روز 1 سپتامبر سال 2023 در صحبت با پایگاه خبری بامداد، اما نویسنده شناخته را بعد صحبت جواب ندادند. نزدیکانش درباره در کجا و در کدام شرایط قرار دادن او اظهار بیخبری میکنند. مقامات داستانی نیز شرح ندادند که عبدالقادر رستم مشخصاً بچه عیبدار می شود. اما حدس اکثر این است که بازداشت او در چارچوب پرونده مدیر بیمارستان ابن سینا عبدالخلیل خالقزاده صورت گرفته است. خالقزاده روز 7 آگوست سال 2023 در پی بحث گرمی که کتاب خاطره های او با نام حوادث روزگار من برپا کرد، با اتهام برانگیختن کینه و عداوت در زمینه محلگرایی دستگیر شد. روز 1 سپتامبر رادیوی آزادی پاسخ رسمی دادگاه عالی تاجیکستان را نشر کرد که در آن گفته می شود که دادگاه ناحیه سینا روز 11 آگوست امر بازداشت عبدالخلیل خالقزاده را صادر کرد و داستانی ضد او بر پایه ماده 189 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز کرده است. بر اساس عیبنامه اعلام شده عبدالخلیل خالقزاده به آن عیبدار می شود که گویا با گروهی از افراد با مصلحت پیشکی به برانگیختن کینه و عداوت ملی، دینی و محلگرایی مشغول شده است. خالقزاده این اتهام را رد می کند، ولی به او بر اساس قسم دوم ماده 189 از 5 تا 10 سال زندان تهدید می کند. عبدالقادر رستم محرر اساسی هر دو کتاب یادداشت‌های عبدالخلیل خالقزاده بود و ماه مارس سال جاری در مراسم روی نمایی کتاب جنجال برانگیخته حوادث روزگار من همراه مؤلف اشتراک داشت.